به نام خداوند اندیشه ها، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزای بیننده. آرزو دارم هر کجای این دنیای پهناور هستید خوب و خوش و پر انرژی و پر نشاط باشید. طبق معمول من میلاد نجیب با جمع از همکارانم در یک برنامه دیگر افتخار تا یک ساعت دیگر مهمان خانه های شما هستم. آرزو دارم که تا پایان این برنامه مرا همراهی کنین. طبق معمول من تنها نیستم، در کنار من آقای خیبرهمایون نورستانی ورزشکار رشته مشتزنی حضور داره. آقای نورستانی سلام بر شما، ممنون از این که حضور پیدا کردید. به نام خدا بخشنده مهربان. سلام بر شما بینندگان تلویزیون ملی. خیبر نورستانی هستم، عضو تیم ملی و در وزن 75 کیلو قهرمان. بسیار تشکر از این که حضور پیدا کردین. چند پیش رقابت‌های گزینشی تیم ملی مشتزنی در شهر جلال آباد اندازی شده بود. در اون رقابت‌ها چقدر ورزشکار از چند ولایت حضور داشتند؟ بله، در شهر جلال آباد به خاطر مسابقات تیم ملی ما را دیگه میگرفتن، خب نسبت هوا سرد بود نشد در جلال آباد گرفتن. اوجا بین 28 ولایت آمده بود، 28 ولایت آمده بود که از 28 ولایت 250 نفر اشتراک کرده این مسابقات. 250 نفر اشتراک کردن. اول منتخبیشون شده بود، باز نابغه‌هاش برآمده بودن، آمدن در تیم ملی سرتاسری مسابقه کردن که در کاتگوری ها بودن که بچه‌ای که در تیم ملی انتخاب میشدن. اول دوم انتخاب میشدن از وزن 48 کیلوگرم تا 91 مثبت. اول دومش در تیم ملی جذب میشدن به خاطر عضویت تیم ملی داشته باشند. بسیار خوب. در این رقابت‌ها که رقابت‌های سرتاسری گزینشی تیم ملی مشتزنی بود، در چند کاتگوری بازیکن‌ها جذب تیم ملی مشتزنی افغانستان می‌شدند؟ در 12 کاتگوری. 12 کاتگوری. بله، از وزن 48 که شروع شد تا 91 مثبت ماره. به ترتیب مثلا 48 ما انتخاب میشه، 49 ما انتخاب میشه، 51 ما، 54 ما، 56 ما، 60 ما، 64 ما. اینا به ترتیب بالا رفته میره. باز این اول دو مازی انتخاب میشه، بعد از تیم ملی انتخاب میشه. باز همون باقیان اولش به مسابقات اگر بین مرزی باشه به مسابقات بین مرزی انتخاب میشن، تمرین انتخاب شروع میکنن. به چه تعداد ورزشکار از این 250 ورزشکاری که شما گفتین جذب تیم ملی شدن؟ 30 نفر. بسیار خوب. سطح این مسابقات بر ما بگوین، به چه سطح این مسابقات رو اندازی شده؟ بسیار سطح بالا مسابقات. همیشه مسابقات تیم ملی که میشه اول بچه های ما میزنن در زونا میزنن، در زونا که میزنن میبرن، باز میان در منتخبه میزنن، در منتخبه که زنن همون نوغابا ازی میان در مسابقات تیم ملی اشتراک میکنن. این یک تیم ملی ما که هست باید سوجا اکمای بسیار قوی باشه، که اکمای بسیار با جلسه باشه که این نمرات یارسی بیده، به خاطر که بچه ها بسیار بچه قوی سن در بین خود میخورن، که بچه بسیار بالاست و مسابقات هم بسیار به سطح بالا بوده. این رقابت ها چند روز طول کشید؟ 8 روز. بسیار خوب. در مجموع 8 روز در بر گرفت و در هر کاتگوری گفتیم که 2 ورزشکار عضویت تیم ملی افغانستان. بله، 2 نفر عضویت تیم ملی افغانستان. بعضی معلومات ما درباره خودتان حاصل کردیم، ولی ما نمیفهمیم که شما را خیبرهمایون نورستانی بگوییم یا همایون نورستانی بگوییم. میشه در این باره برای ما بگوییم؟ نه خیلی، ما در مسابقات خارجی که میریم پاسپورت ما به نام خیبر است، خیبر نورستانی است و تیمای و کلپای در بیرون ما را به نام همایون میشناسن، چون از خاطرکی همایون گفتن باز مردم خود در بیرونی همایون میگن و در مسابقات خارجی به نام محمد خیبر نورستانی است. بسیار خوب. از رقابت‌های خارجی و بیرون مرزی بر ما گفتین. تا حال خیبر نورستانی چند بار وارد رنگ مشتزنی شده؟ ما در مسابقات بیرون مرزی 30 بار مسابقه کردیم. 30 بار مسابقه کردیم. در 30 بار ما در آسیای میانه مدال نقره دارم، از جنوب آسیا مدال برنز دارم. بسیار خوب. 30 بار داخل رنگ مشتزنی شدی، چند بار وارد آماتور شدی، چند بار حرفه‌ای شدی؟ چیست آماتور پیش از 300 مسابقه آماتور کردیم در کابل و بیرون مرزی و 2 پیر مسابقات پروفشنال بوده که به سطح بالا بوده، دوم 2 پیر اشتراک کردیم. یک آگاهی کامل اگه بر ما در این باره بیتی که
خیلی از هموطنان ما آگاهی ندارن که آماتور چی را میگن، پروفشنال چی را میگن، حرفه‌ای چی میگن. حرفه‌ای و پروفشنال خامو واژه‌های است که بدیلش در لسان انگلیسی است. در باره اگر ما بگویی که چه تفاوت‌های میان آماتور و پروفشنال است؟ تفاوت‌های بین آماتور و پروفشنال، آماتور ما این است که چی یک سه راوند می باشه. سه راوند می باشه. باز دو ورزشکار ما تیز و چالاک یا باشن که مثلا نمره خود بگیره. نمره خود بگیره برای واگذار نبوده. در سه راوند 3 دقیقه. 3 دقیقه باید نمره خود بگیره. پروفشنال کاسه، پروفشنال 12 راوند می 6 راوند می باشه. او استا کار میکنه. میشینه خیلی اگه بکسر با تجربه باشه رنگ اول معرفی اعلام میکنه، رنگ دوم نمیده. باز انرژی خود تقسیم میکنه. انرژی خود تقسیم میکنه تا 12 راوند باید باشه. پروفشنال این فرقش است که داماتور نیکر و چیز بلوس است و در چی پروفشنال هم جانلوز میکنیم مسابقه سرابرو پارش ها میتونیم مسابقه کنه و جای تا مگه نگدارم بخوری پس بخیزی یعنی بگوی آماده است میتونیم مسابقه کنه. در باز آماتور تو نیست. آماتور که جای پارش اوت میشی از مسابقه. بسیار خوب. فکر کنم از مسابقه‌ای که در شهر جلال آباد را اندازی شده بود چند پیش تصویرم داریم، مسابقه خیبرجان است. میریم با هم امو تصویر و هایلایت های برتر مسابقه خیبرجان با هم میبینیم، دوباره برمیگردیم. گرم نامده هنوز کش کن دسته بالا میگم اما این راسته بالا میگم او بشم اوین برو جمع باش تایی گل بم اوین باشته مخواد برو این آن تو جانم هستی. دوباره خوش آمدین. خیبر جان، در این رقابت ها چند ورزشکار خودت از پیش رو برداشتی تا ای که جایگاه اولی از آن خود کردی؟ ما یک روز حالا پای برآمدم که حریف موازه نشد. پای مسابقه دیگه مبارزه کردم، 6 مسابقه کردیم که من در فاینال برآمدم. 6 مسابقه کردی؟ بله. و در مورد نمراتش برام بگو، در تفاوت چه نمراتی حریفای شکست دادی؟ حریف اول ما دوم در نکاوت کردم و حریف سوم در نمره بردم. دیگه حریف چهارم پنجم در نمره بردم که از خود منتخبی کابل بودک، بچه بسیار قوی بودک، در نمره بردمش. بسیار خوب. حریفای ارشد شریفت از کدام ولایت ها بود؟ روز اول از ایران بودک، روز دوم از مزار شریف بودک، روز سوم از خود جلال آباد بودک، چهارم پنجم از خود کابل بود، مرکز بودک. بچه منتخبی مرکز بودک که اینجا منتخب قهرمان بودن. ما ملی بودیم و منتخبه بودن، قهرمان شده بودن در منتخبه. باز در فاینال سیم فاینال که ما سر خورد. بسیار خوب. و یک سوالی که همیشه پیش خودم خلق میشه و دوستا خواسته بودن که از خودت بپرسم، بعضیا به این عقیده باورمند هستن ورزشکارای رشته موزنی درست درس خواندن نمیتونن به دلیلی که خیلی مشت به سرشان اصابت میکنه. چقدر از دید خودت من حیث یک ورزشکار رشته موزنی
این حرف حقیقت داره؟ این بازم متاسفانه که مردم دیگه گپ میزنه، این دقت نداره. من خودم اینا در پانتون در بخش دیگه هستم، فیزیوتراپیستم و درجه خوبم دارم. کامیاب خوب شدیم و از خورتکی من در مکتب هم لایق بودم. در تا صرف 12 ما لایق بودم، یعنی نه کدام مشکلات داشت. صحیح درس خودم میخوندم، روز امتحان میشه صحیح درس خودم میخوندم. در وقت امتحان صحیح کلمه کار میکرد و در امتحان کنکورم که ما رفتیم به خاطر که انتخاب کنیم صحیح درس گرفتیم. یعنی کدام تأثیری نداره؟ تأثیر منفی؟ نه، تأثیر منفی نداره. بعض کسا میگن که مشت دیوانه میگه چی کنه. نه، ما در باره از یک ورزش خواندم، ورزش فوتبال که تو به کلا میکنن چی میکنن، اینی بسیار نقص داره با سابق دیگه. این مشت یا با چی نداره. ما یک چی بوده که فرانسوی بوده که می چی اما وقت ما درس میدادم چی انداخته بود، دم سخت انداخته بود. بسیار معلومات که میداشته چی که در فوتبال قدر ترتیب کلا خراب میباشه در باز کس نمیباشه. بسیار تشکر نورستانی صاحب. اینمی تشویشی که نزد کسایی که تازه میخواستن بیاین رو بیارن بر رشته موزنی، همین پریشانی هم برطرف شد دیگه. میتونن بدون کدام مشکل، بدون کدام هراس بیاین و رو بیارن به رشته پرطرفدار. ولی حتی صاحب کس از مشت کس رگای اصاب یارو بخی صاحب میکره. محمد علی کلیان مسلمان شد، تایسان ما رو میدی اول مسلمان نبودن، در موزنی شد مسلمان شد. بسیار خوب. اینجا یک تعداد از تندیس و تحسین نامه و مدال هم با خود آورده. خیبر جان میشه روی از این مدال ها بر ما صحبت بکنی؟ ابتدا از همین مدال بر ما بگو که مدال از کدام رقابت ها به دست آوردید؟ این رقابت های چی بود؟ کشورهای آسیای میانه بود. کشورهای آسیای میانه بود، در تاجیکستان بود که دیگه 25 کشور آسیای میانه اشتراک کرده بود که ما خوشبختانه توانستم تا فاینال را پیدا کنم. حریفای اوروس خدا، ازبک خدا و خود تاجیکی یا خود شکست بدم. متاسفانه سر دست فاینال سر روی پاره شد، نتونستم که مدال طلا بگیرم، مدال نقره را گرفتم. این مسابقه را که گفتی در آماتور مسابقه بله آماتور بود، حرفه‌ای؟ نه آماتور بود. چند سال پیش مسابقه؟ این 2019 بود. بسیار خوب. میشه روی از این مدال هم بر ما بسیار یک تصویر متفاوت حک شده روی از این. در باره مسابقات او هم سرتاسر تیم ملی بود در وزن 64 کیلوگرم که در جا مقام اول گرفته. این مسابقه این مدال از رقابت‌های داخلی ماست. بله. بسیار خوب. اینجا یک مسابقه از چیسته ایدی از این بندش هم متفاوت از بندش هم پرچم نمیفهم روسیه است یا فرانسه میشه. دی بارو بر ما بود. ولی این در مسابقات جنوب آسیا بود که کل رشته‌های ورزشی افغانستان اشتراک کردن که خوشبختانه در اونجا بسیار مدالای خوب گرفتیم. بچهای ما مدالای طلا هم گرفت، مدال نقره هم گرفت. این مدال ما در اونجا گرفتیم در جنوب آسیا. در این رقابت مدال که از آنت کردی جایگاه چندم گرفتی؟ سیوم. چند ورزشکار شکست دادی؟ مغلوب چه ورزشکاری از کدام کشور؟ 3 ورزشکار شکست دادم، به خود میزبان باختم. بسیار خوب. بسیار خوب. اینجا تندیس و تحسین نامه هم خیلی زیاد است. درباره از این اگه بر ما بگویی، درباره از 2 تا تندیس و درباره از این تحسین نامه بر ما. تندیس اولم کاست او هم از تاجیکستان که آمدم او را تقدیر کردن خود کمیته المپیک و او تندیس هم که امسال که 12 تا 5 کیلو خرما شدم از طرف حاجی صاحب صمیم از کانادا بر ما تقدیم شده بود و او مدال لگام کس از امسال است که 12 تا 5 کیلو خرما شد. و این تحسین نامه میشه در رابطه به تحسین نامه بسیار کوتاه بر ما بود. بله، این تحسین نامه کس ای هم از چیز قهرمانی از 64 کیلوگرم است. او هم از کشور تاجیکستان است. او هم از زند است دیگه. او هم از مسابقات 64 کیلوگرم. بسیار خوب. قرار بود که یک 2 عزیز دیگر هم امروز در برنامه داشته باشیم، ولی لطفاً کسایی که ست میشن، تنظیم میشن در برنامه
زودتر در وقت برنامه حاضر شوند، چون وقتی شما حاضر نمیشین پرودیوسر با مشکل برمیخوره و برنامه امو نظمش از بین میره. بسیار خوب. کدام رقابت بیرون مرزی که حال شما عضویت تیم ملی مجدنی افغانستان تازگی یا به دست آوردین، کدام رقابت بیرون مرزی در آینده های نزدیک وجود داره که شما به نمایندگی از افغانستان برین؟ ولی مسابقات اضافه پیشروی داریم و خصوصا یک مسابقه مهم که هستی به من بسیار مهم است، مسابقات جهانی است در کشور ازبکستان است. در کشور ازبکستان است بین آسیا و اروپا در اشتراک میکنه. آسیا و اروپا در اشتراک میکنه، مسابقات جهانی میشه. مثلا آسیا هم در اشتراک کرده میتونه، مثلا آسیا میانه نیست که تن آسیا اشتراک کرده باشه، یا جنوب آسیا نباشه که تن آسیا باشه. این مسابقات جهانی است، آسیا هم اشتراک کرده میتونه و مملکت اروپایی هم در اشتراک کرده میتونه. بسیار خوب. فکر کنم به همکارای ما چیزی برای نشر آماده کرده، میریم با هم تمرینات خیبرجان است، با هم میبینیم، دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدین. تمرینات خیبرجان بود که با هم رفتیم و دیدیم. خیبرجان، درباره تمریناتت بر ما بگو. روزانه چند تایم تمرین میکنی و چقدر آمادگی داری برای امی رقابت هایی که قبلا یادآور شدی که به میزبانی ازبکستان رو اندازی میشه؟ ما تمرینات خود تحت نظر سازی نورستانی تینر تیم ملی هم است و اندلوسی هم تینری کرده، بسیار یک تینر بالاست که 2.5 ساعت صبح تمرین میکنم و 2 ساعت هم دیگر تمرین میکنم زیر پروگرام استاد خود. چیزی که پروگرام سرما کار میکنم و پروگرام از اون دیگه ما یک هفته ور استراحت بزنم از مسابقه کنم، یک هفته ور استراحت بزنم. باز تینرم عزیز نورستانی دیگه تمرینات مرا تمریناتی که به مسابقات می باشه، مثلا چی کار است چی کار نیست، بساب تمرینات مرا سازی نورستانی به مو پروگرام به مو تکنیک ترتیب پیش میبره. و این رقابت هایی که گفتی به میزبانی ازبکستان راندازی میشه چند ماه دیگر در بر میگیره؟ تقریبا 4 ماه دیگر در بر میگیره ان شاء الله. و خودت کدام اردوگاه تمرینی در داخل افغانستان یا بیرون افغانستان برگزار میکنی از سوی فدراسیون برای شما در نظر گرفته شده؟ نه ما در سال یک سالی که بود در 2000 همین تاجیکستان بود که ما قرنطین بودیم دیگه، ما کدام اردوگاه یا تمرینات یا نداریم. تیم ملی ما را باز یک روز اگه آمدیم بیا سعی کنیم تیم ملی ما تا به تیم اشتکام اوجا ضرورت نیست که تمرین کنه. زمزک ما سعی یعنی نیست. مکانی که برای شما در نظر گرفته شده مناسب نیست؟ مناسب نیست. ما وسایل نداریم به خاطر که یک ورزشکار تیم ملی
باید وسایلش پوره باشه. ورزشکار تیم ملی در وسایل میرسه. مثلا اگه وسایل نداشته باشه ورزشکار تیم ملی چی اوار نقیمش داره بره بر ما زکات داده شوه، چیزای وزن داده شوه و چیزایی که به ضرورت است. ما در 2012 من خودم در کسب سهمیه المپیک در لندن بودم، در کسب سهمیه بودم، رفته بودم. ما در گرتوگاه ما 3 ماه پیش از افغانستان رفتیم اونجا. ما از طرف هایبا پرداختی ما شده بود، اونجا ما رو خواسته بود. بر ما 3 تینر گرفته بود، یک تینر ازبک، قزاق، خودم چی گرفته بودن. یک اردوگاه که با 5 نفر 2 رنگ بود، بسیار وسایل بود. با 5 نفر 2 رنگ زمزه کل چیز وسایلشون پر بود. و ما که سعی کردیم سونازیا گفتیم یا که مدال طلا رو نگیره چی نگیره. گفتم بعضیا گفتم شرم است. گفتم ما خود سعی کردیم هیچ چیز نداریم. باز یک ورزشکار تیم ملی حداقل همین چیز کم نه، خیلی یک چیز چیزش پوره باشه. مثلا وزنش پوره باشه، زمزک صحیح باشه، جای تمرین صحیح باشه. و زمستان که میشه از 4 بغل دود میاد. یک ورزشکار با خاطر ساعت خود تمرین میکنه، نمیشه که چی کنه، یعنی در دود یا تمرین کنه دیگه. تو راضی نیستم از چیز ما. و درباره اصلی که فدراسیون موجزنی افغانستان در برای شما پرداخت میکنه چقدر از ماهوار براتون میده یا سالانه؟ آیا این اصلی که برای شما میده بسنده است به خاطر ادامه تمریناتتان یا خیر؟ ما ببخشید در جای مسابقات چی رفته بودیم، مسابقات قزاقستان رفته بودیم. یک ورزشکار از پیش ما پرسان کرد، گفت مرا گفت کارت بانکی المپیک تا بکش برات خرچه بگی. مثلا سعی کردم گفتم ما 1000 پا ما چی دارم، 1000 افغانی ما اصلی دارم ماهوار. او را من 1 سال شده که ما اصلی خود ندیدیم. تا 1 سال شده که ما اصلی تا ندیدیم. او را 3 ماه بعد 4 ماه میده. یک ورزشکار تیم ملی خارج مکسای که از کشورهای چی براتون میگم، کشورهای مثلا ضعیف پاکستان و هند براتون میگم، هر کدومشون 20000 25000 پا ماج داره بدون خرج خانهشان. بازیکنای که برای تیم ملی آماده میشن، رقابت میکنن، ماشون 25000 چی. ما ورزشکارای افغانستان کسیم دوجه یک ما سون ورزشکار ایدی خنده کردن، گفتم ما 1000 پا افغانی ماج داریم. او گفت دلار، ما گفتم نه ما 1000 پا افغانی ما ماج داریم. گفتم بس چی کار خیلی گفتی که وقت میشه که تا 1 سال معصری خدا نمیگیرم. مشکل در کجا؟ چرا برای شما همون 1000 افغانی را ماهوار پرداخت نمیکنه فدراسیون؟ نمیفهم چی مشکل در فدراسیون نیست، در خود کمیته المپیک است. نمیفهم از باید یعنی ورزشکار یعنی 1000 پرم یعنی 1 سال شما تا مثلا روش ندیدیم که از کسی هست. آیا این موضوع را با مسئولین در جریان گذاشتی که چرا حقوق خودت ماهوار یا حتی 6 ماه در میان پرداخت نمیشه؟ برشون میگه چیز بودجه نیست، ولی سالانه هر فدراسیون بودجه مشخص خود داره. بودجه مشخص داره. خب ما خود تا 1 سال شده برشون گفتیم که از توی مکجاست میگه باش که از وقت تیم ملی تو معلوم شد چی کنه. انگی من خودم این سال چی 20 ماست که بعد تیم ملی هستم. خوب کلش رو میشناسن، میفهمن که میزه چی باش که میگه زوات تیم ملی بگیری باز با شما شیطان چی میشه تعیین میشه. ده 1 سال که ما زوات تیم ملی داشتیم دستوی ما تعیین نشد. هیچ قسم با وجود همینقدر مشکلات موجزنی یک رشته المپیکی است. چه کارهایی باید صورت بگیره که اینمی رشته موجزنی بیرون از کشور بره و افتخار بیاره، دستاورد بیاره؟ تا حال فکر نکنم کدام مدال معتبر المپیکی یا آسیایی را افغانستان آورده باشه. خیلی ما با چیستا بازم مرا با بزرگواری خود باز رشته‌های دیگه ببخشن. در رشته المپیکی که باشد بوکس است، پهلوانی است، تکواندوست، جیدوست، اینمی رشته باید از اصلیشان ماشان یاشان باید زیاد باشن، چون یا رشته المپیکی هستن یا مثلا میرن در مسابقات جهانی اشتراک میکنن، در بین چند مملکت‌ها اشتراک میکنن. مثلا کرکت ما کرکت ما میره در مسابقات جهانی اشتراک میکنه، زیاد باشه 10 کشور 12 کشور. پهلوانای ما بوکسرای ما که در مسابقات میرن یک ببینید. من خودم در کسب سهمیه لندن که رفتم، در کسب سهمیه رفتم در آذربایجان، ما 150 کشور آمده بود، 150 کشور آمده در مسابقه آمده بودن که به خاطر کسب مسابقه کنیم. گفتم خب ما کوه انرژی کوه خشیمه که ما عریفا دیم که ما کسب سهمیه رو بگیریم. بازم ما تانستیم که با 2 برس بود در رقابت‌های 2012 لندن انتخاب شیم. متاسفانه بچه‌های ما در کس رفت
و نتونستیم ما در مسابقه اشتراک کنیم. دیگه باید از نظر در میز رشته که المپیکی است یا باید از برشون ماش داده شود، جای خوشون صحیح باشه قرنطین باشه، در سر مسابقهشون میشه خانه نرن، میاد قرنطین هستین، در جای قرنطین هستین بسیار تشکر خیبر جان. به امید روزی که در هر بخشی که هر ورزشکار افغان بر افغانستان افتخار میآفرینه، مبارزه میکنه، مشکلاتشان برطرف شود. به عنوان آخرین پرسش پیام تا بر ما بگو و خواست چی است؟ پیام و بسیار کوتاه اگر بر ما دولت و کمیته المپیک می است که این رشته ما که هست، این رشته المپیکی که هست که پیشتر نام بردم، باید از توجه به یا کنند. دیگه پیام خاص ندارم. خداوند خوش آرام داشته باشه، همه مملکت ما آرام داشته باشه. دیگه ورزش ما باید دستاوردهای خوب داشته باشه، دست جوانی و افتخارآور به افغانستان باشه و مردم هم بفهمن که مردم افغانستان هم میتونه یک چیز بگیره. بسیار تشکر، ممنون از اینکه حضور پیدا کردی و با آرزوی سلامتی، با آرزویی که روز بری خارج از افغانستان بر افغانستان افتخار بیافرینی با می امکانات ناچیز که دستیار داری. تشکر. دوباره خوش آمدید کسایی که تازه به برنامه پیوسته، یک سلام خاص به اونا. در استودیو با ما سجاد احمد ابراهیمی و ابوذر امیری حضور داره. بازیکنای رشته پهلوانی است که خوشبختانه تانستن مقامای بسیار خوب در رقابت‌های انتخابی کابل از آن خود کنه. ابوذر جان سلام بر شما. سجاد سلام بر شما، ممنون از اینکه حضور پیدا کردین در برنامه. تشکر از دعوتتان. سلام عرض ادب با شما و تمام بیننده های تلویزیون ملی. ابوذر امیری هستم، یک از قهرمان وزن 61 کیلو منتخب کابل از کلاب میوان. ماشاءالله ماشاءالله. رقابت های انتخابی که راهاندازی شده بود، چند روز پیش راهاندازی شده بود، خودت جایگاه چندم در بین چند ورزشکار از آن خود کردی؟ 2 روز پیش اول به تاریخ اول دال که توانستم خوشبختانه مقام اول به دست بیارم در وزن 61 کیلو در میان 53 نفر. بسیار خوب. در میان 53 این رقابت ها به سطح کابل بود یا به سطح ولایت ها بود؟ به سطح کابل. تنها بازیکنای کابل جواز حضور کسب کرده بودند در رقابت ها؟ بله. 53 ورزشکار، خود چند ورزشکار شکست دادی تا اینکه مقام اوله؟ 6 ورزشکار شکست دادم تا تونستم قهرمانی رو. با چه تفاوت، با چه نمرات، کدام تایش کلا زنگ زدی نزدی؟ میشه بر ما کمی معلومات بدی؟ با چه تکنیکا و چه روش‌های؟ زیادتر روش‌های پایگیری بغلی و پایگیری زیادتر تکنیک مثلا. شش عریف ما بسیاریش از 0 چت کردم. بسیار خوب چت کردی. ماشاءالله همین رشته، هر رشته ورزشی اصطلاحاتی داره که فقط کسی که در اون رشته ورزش میکنه اکثرا میفهمه. میشه درباره چت بر ما کمی معلومات بدی؟ چت ضربه فنی کنی خلاص. چت کشی ضربه فنی میشه. بسیار خوب. تشکر انشالله که همه تا خوش بدرخشی. میایم به روی دیگه موارد صحبت میکنیم. سجاد جان خودت جایگاه چندم از آن خود کردی؟ چند نفر چت کردی؟ چند نفر کلا زنگ زدی؟ میشه برای ما بگی؟ دیگه 6 کشتی کردم که 5 کشتی را موفق شدم. در کشتی فاینال همراه ابوذر بودم که نتوانستم چی کنم. 5 کشتی کردم دیگه. خدا خیر کنه. امروز در استودیو 2 تا فاینالیست حضور داره دیگه. انشالله اینجا کدام مشکل خلق نمیشه دیگه. نه مشکل در توشک می باشه دیگه. بعد از او باز رفیقی و دوستی است. یک اصطلاح از در ورزش میگه حریف ما از داخل رنگ است، بیرون دوست است. دوست است. دیگه یکی چی پالون است که میگه توشک پالونی بیادری نداره. در توشک که در آمد دیگه هم حریف است. او که حتما ما فهمیدی در توشک که مدرایه او باز دیگه نمیگه که بیادر است یا از چیز فهمیدی حتما مسابقه خودم. او فقط کل تمرکزش روی ازی است که من چرا رقم حریف چت بکنم، چرا رقم کلا زنگ بزنمش، چه قسم نمره بگیرم ازی. بله دیگه در استادیوم دیگه مشکل نیست. کل تمرکزش روی پیروزی است دیگه. بله. بدون شک در هر ورزش، هر ورزشکاری که داخل رنگ میشه تنها تمرکزش روی پیروزی است. بله. و انشالله که شما هم در مسابقه‌های همین قسم که در مسابقه‌های داخلی تمرکز روی پیروزی دارین، در مسابقه‌های بیرون مرزی هم برین. انشالله. 5 حریف شکست دادی. میشه خودت دیو بار ما بگی با چه نمرات چند حریف تا چت کردی؟ میشه بر ما بگی معلومات بدی؟
دیگه دو حریف چت کردم، دیگه سه حریف دیگه بسیار نمرات متفاوت پیروز شدم از پیشم. بسیار خوب. چند ورزشکار از این 53 ورزشکار که شما گفتین جواز حضور پیدا کرد به خاطر مسابقه گزینشی تیم ملی که قرار است در آینده‌های نزدیک از سراسر افغانستان در شهر جلال آباد برگزار شود؟ چند ورزشکار به نمایندگی از کابل حضور پیدا میکنند؟ از هر وزن 3 ورزشکار. چند وزن بود؟ 10 وزن که هر وزن در یک روز یک وزن مسابقهش میشه. در روز یک وزن. هر وزن چند ورزشکار انتخاب؟ 3 ورزشکار. 3 ورزشکار که مجموعاً از 53 ورزشکار 30 ورزشکار انتخاب میشه. نه خیر، تنها در وزن ما 3 ورزشکار انتخاب میشه. 10 وزن است، در مجموع 30 ورزشکار انتخاب میشه. بله، باز در اینا وزن جواز حضور به خاطر مسابقه گزینشی تیم ملی پهلوانی را. در او رقابت ها چقدر آمادگی دارین خودتان و چند ولایت در او اشتراک میکنه؟ دیگه تقریبا ولایت‌ها، تمام ولایت، هر ولایت که چیزی داشته باشه انتخاب شده باشه فهمیدید میتونه که دو مسابقه چی کنه، شاگردایش چی باشه انتخاب شده باشه. هر ولایت از خود فهمیدی 3 شاگرد فهمیدی انتخاب کرده. مثلا لوگر از کابل هم اگه وقت انتخاب شدن دیگه، این چند وزن دیگه که مانده در کابل یا مسابقهشان خلاص شد بخیر باز برگزار میشه در شهر جلال آباد ان شاء الله. ابوذر جان، امی سطح مسابقات در چه حد میدی؟ خودت ماشاءالله 6 مسابقه و 6 پیروزی، چقدر انرژی مصرف کرده باشی، چقدر آمادگی داشتی برای مسابقات؟ خب طبیعتا هر وقتی که مسابقه میشه هر کشتیگی تا که میتونه زحمت زیاد میکشه که در میدان خوش بدرخشه. ما هم تا که تانستیم استاد ما زحمت زیاد بالا میکشید، خود ما زحمت زیاد کشیدیم تا که در میدان تا که میتونیم یک کشتی ببینیم که هم کشتی کنیم که سیلبین زیاد داشته باشه. بسیار خوب. و یگانه نشانی که پهلوان میشه تشخیص داد همین گوشایش از من نظر. بله. دیگه بدون گوش یک پهلوان باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه که یک نفر زود تشخیص بدهش که این پهلوان است، مکدزی غرض نگیرم که مر کدام کلزنگ نزنه کدام چت نکنه. نه پهلوان که باز غیر از اینکه گوشاش ماید است بسیار گردن لوک داره و شانهای دوال داره. خوب بسیار خوب. بسیار اندامی کلان داره. درباره امی مایده شدن گوش بر ما بگو ابوذر جان، چه باید کرد که امی گوش قسمی شود؟ این به اساس تجربه است، به اساس تمرین زیاد است یا کدام کاری دیگه امروز از گوش ها شما میکنین که یک قسم وحشتناک به چهره میخوره؟ به اساس تمرین زیاد است. یک کشتیگیر وقتی که در تمرین میره تمرین زیاد میکنه، در تمرین توپیج میخوره. زمانی که توپیج میخوره گوشا مالده میشه و ضربه میخوره. بودی که ضربه میخوره وقتی که میشکنه خوی رشته ماست دیگه، نمیتونیم که تمرین هم نکنیم، مجبور هستیم که تمرین کنیم. وقتی که تمرین میکنیم موضوع میپونده. باز اگر امی گوشا میده نشه باز اون نشانه این نیست که یک نفر پهلوان است. حالا کدام نفر دیده باشه که گوشاش میده نشده باشه ولی بسیار یک قهرمان خوب در رشته پهلوانی؟ بله هست. خدا بیامرزه خلیفه داوود که استاد اولم بود، قهرمان افغانستان هم بود، گوشاش میده نبود. روی چه مورد گوشاش میده نبود؟ کم تمرین میکرد یا کم تمرین نمیکنه یا استقامت گوشاش زیاد بوده؟ استقامت گوشاش البته زیاد بوده دیگه. بعضی هست گوشای نرم داره با آسانی میده نمیشه. خب بعضی هست که گوشای زود میده میشه. بعضی که باز خصوصا کسایی که در تمرین بسیار تمرین جدی میکنه، تمرین بسیار توپیج زیاد میخوره، باز گوشای زود میده میشه. سجاد جان، فکر کنم گوشای خودت سالم است. خودت به نظرم هیچ زحمت نمیکشی چون گوشای تو سالم است. گوشای ابوذر جان که مقام اول گرفت. ابوذر جان خود که بس گوشا کس بسیار نرم میباشه و باز شکستن بسیار دیگه مشکل است. بستگی به استقامت گوش نداره، فقط بستگی به زخیم بودن و نرم بودنش داره. بعضی گوشای هست که پهلوان که یک ما شروع یک ما بعد گوش شقه میپنده. او تاثیر گوش است. بعض گوشا نرم میبره، بعضش سخت. یگان اصطلاحات هست میگن که والای چند روز نمیشه که رفته وقت گوشایش رو میده کرده. اونایی که تازه مثل من میخواد بره و پهلوانی رو شروع بکنه چه قسمی کنه که گوش زود میده شود؟ زود میده شود باز دیگه دزمستان شروع کنه. دزمستان بسیار زود میده میشه. زود میده میشه دزمستان. بله. یگان تو در بین خود مذاق میکنن وقتی که رفیقای صمیمی میرن تمرین، میگه ایره ببین یک هفته نمیشه که آمده
گوشای گوشش خود میده. میده کرده بسده. او چه قسمی میده میشه بسده؟ دیگه بسیده تا بالا خوب ما میده نکردیم نمیفهم فهمیده که چی رقم میده میکنن کسایی که میده کرده ها میفهمن دیگه دمو بستگی به گوشت نرم سخت داره بسیار میشکنه. خوب. این خدا کنه بیننده امی موضوعی هم که مبهم بود پیششان حل شده باشه. اینجا بسیار تقدیرنامه و مدال و تحصیلنامه است روی میز. میشه فشرده روی از این تقدیرنامه برای ما بگو. فکر کنم سمت راست از مربوط خودت میشه ابوذر جان. میشه درباره اینمی مدالت بر ما بگو. بسیار گرنگم است مثل پهلوانا وره. این میشه روی قهرمانی ازی بر ما زون بگو. غرب است که در زون غرب کابل کشته گرفته بودم. میان کل زون غرب کابل بود که توانستم در وزن 50 کیلو مقام اول به دست بیارم. چند ورزشکار اینجا شکست دادی؟ در این 6 ورزشگاه. 6 ورزشکاره؟ بله. معمولا کسی که تمرکزش روی قهرمانی است باید 6 حریف شکست بده. 6 یا 7 حریف شکست. این معیار از در معیار جهان. در جهان هم معیار نیست. کشتیگیرها اینجا می سرک میشه باز اونجا که بیا بعضی قایتا زیاد و بعضی قایتا کم است. معمولا 6 7 دانه کشتی باید کنید در افغانستان. و اما مدالایی که در نظر من یک قسم خاص میخوره مسابقات انتخابی کلاب میوند روی ازی بر ما. این جام کلاب های میوند بود. جام کلاب های میوند که در میان 26 کلاب میوند برگزار شده بود که در 5 سال متواتر تانستم 3 بار در وزن 57 کیلو و 2 بار در وزن 61 کیلو قهرمان شدم. ماشاءالله ماشاءالله. از تو دیگه کلش مدال طلاست دیگه. مدال طلاست. کل تمرکزتم روی طلاست دیگه. روی به برنز و طلاست. نقره هیچ فکر نمی کنی. خب طبیعتا هر ورزشکار به قهرمانی فکر کنه. میخواد که قهرمان شود. انشالله که نمی رقم انگیزه و انرژی را کل ورزشکارهای افغانستان در هر بخش داشته باشه مثل خودت. ماشاءالله بسیار اراده قوی داری. همین مدال رو میگیریم که بسیار یک تصویر عجیب حک شده روی ایزی. فکر کنم که اینجا عکس کشتی حک شده. عکس کشتی. این حرکت چی میگه؟ تا پهلوانی؟ این حرکت پرتاب میگه. اینجا پرتاب شده دیگه. این مدال از کدام مسابقه گرفتی؟ این مسابقه هایی که نو کلاب پالوانی شروع کرده بودم 1 سال 2 سال میشد سوم شده بودم بین کلاب های. بسیار خوب. در مورد از این کپم بر ما کمی معلومات بده فشرده باز میریم روی دستاوردهای سجاد جان. کپ یکیش که از بین کلاب های زون غرب ستاره کشتی شده بودم که همه را دست بر کرده بودم. ماشاءالله ماشاءالله. کپ دیگه که از میان 5 زون کابل که تمام از زونای کابل کل کشتیگیرها حضور داشت توانستم قهرمان شدم در وزن 57 کیلو. امی حریفایت که کتو در فاینال میره دیگه و روی اولی دیگه فکر نمیکنن. میفهمن که دیگه ابوذر فقط به خاطر قهرمانی داخل میشه. سجاد جان میشه در مورد عموم مدال بر من معلومات بدی؟ بسیار میبخشی. ماشاءالله قدر دستاورد داره ای دو ورزشکار خوب ما. میشه روی از این مدال صحبت بکنی؟ مدال که پارسال مسابقات 5 زون کابل ایچی شد توانستم که دوم شوم با شکست دادن 5 حریف. 5 حریف؟ بله. مسابقه انتخابی کابل بود؟ بله پارسال 5 حریف شکست دادی؟ بله دوم شدم. تو به نظرم طلسم شدی. یک ورزشکار تو را از قهرمانی باز میداره. چرا؟ حریفت خود سجاد نبود دو مسابقه؟ سجاد بود، علی سجاد. علی سجاد یک دردسر کلان برای خودت جور شده بخی. از ابوذر نه، ابوذر نبود. یک بچه دیگه بود از کلاب اتفاق میوند. از میوند بود، هم تیمی ابوذر جان بود. فکر کنم که چیزی که ستاره کشتی از در میوند است. بسیار خوب. میشه روی اون مدالی که رنگ نقره‌ای داره برای من سجاد جان بتیش؟ این از مسابقات پریروز است. این مسابقه یا پریروز بود که منتخب کابل بود. این یا دوم شدی؟ دوم شدم که در فاینال کنم رای ابوذر. بسیار خوب. انشالله که روز بتونی طلا بگیری و همه قدر زحمت که میکشی به او چیزی که دوست داری برسی. تحصیلنامه اینجا خیلی زیاد است فشرده میشه. روی یک تحصیلنامه هم صحبت بکنیم. این تحصیلنامه مربوط خودت میشه ابوذر جان؟ بله.
میشه درباره ازی برام این بگید؟ تصمیم نامه از مسابقات 5 جون کابل است، انتخابی کابل که در اینجا مقام اول گرفته بود. این تصمیم نامه بسیار خوب. سجاد جان از خودتون ماشاءالله بسیار تحصیلنامه زیاد است. میشه یک تا شبر من بیتی روی ازمون صحبت بکنیم. سجاد احمد ابراهیمی روی ازی تحصیلنامه برای ما. این تقدیرنامه است که دیروز برای ما دادن از این مسابقات چه بود منتخب کابل. جایگاه دوم گرفتید. جایگاه دوم گرفتم در نشست یک. بسیار خوب. بدون شک ابوذر جان خودت یک ستاره میشه حالا برات گفت، بخاطر که هر باری که در فاینال رفتی قهرمانی رسانت کردی. در رشته پهلوانی کی الگوی خودت است؟ بدون شک هر کسی که میخواهد در هر رشته تمرین بکنه یک الگو داره پیش خود. الگوی خودت کی است؟ الگوی خودم از افغانستان احمد احمدی کاپیتان تیم ملی افغانستان و همچنین محمد جاوید رحیمی که یک تن از قهرمانان تیم ملی 57 کیلو می باشد است. الگویتم دیگه از داخل از افغانستان داخل انتخاب کردی. افغانستان انتخاب. چرا چقدر ستاره در جهان است؟ چرا روی از اونا تمرکز نمیکنی؟ خب چرا این کشتیگی را معمولا آدم کشتی را از کسی که میبینه یاد میگیره حرکتاش. من زیادتر از این کشتیگیرایی که دیده میاره تکنیک ها از میاره یاد گرفتم و از میاره الگو گرفتم. تو دیگه خالص وطنی هستی. وطنی فقط هستم. به وطن فکر میکنی. بله. سجاد جان خودت الگویت کی است؟ از خودم یک پالوان روسی است به نام عبدالسلام. عبدالسلام. از خودم بله. عبدالسلام چه ویژگی‌هایی داره که او را الگوی خودت قرار دادی؟ او یک خب بسیار نرم کشتی میکنه. نرم کشتی میکنه و دیگه گیر و گرفتش بسیار مقبول است. به مو خاطر و زیادتر وقت که کشتی ها میبینم از اونم را میبینم. بسیار خوب. هر ورزشکار پیش خود یک رمز داره، مخصوصا این قسمی که معلوم میشه ابوذر رمزایی داره که نمیخواد فاش بکنه. او را با چه تکنیکای داخل خودت هم بدون شک، چون مقام دوم مقام کم نیست، هر باری که تو میری در فاینال مقام دوم میگیری، بدون شک عرق میریزی، زحمت میکشی تا که جایگاه دوم به دست میاری. چه رمز و چه تکنیکایی را در کله دارین پیش از اینکه داخل رنگ مبارزه یا دوشک مبارزه میشه؟ پیش از اینکه آدم وارد توشک میشه اول خود کتمو ترس خود باید یک کشتی بگیره. ترس که اوست شد بازیگر داخل توشک میتونه که بسیار به راحتی کشتی کنه و پالوانی که بترسه دیگه او نمیتونه که پیش بره. و ما خاطر دیگه مو روزمره کار میکنی کل اونمو حرکت ها میبرد، چیزی که نمو کلب کار میکنی اونمو حرکت هاست دیگه. تو نمیشه تو که در توشک داری باز تکنیک نو دیگه چی کنی. روی همون برنامه‌ای که قبلا داری تجریزی میکنین روی از اون برنامه کار میکنن. کدام وقتی هم شده که بگی میج نمیترسم این میاریفم داخل دوشک میشم شکست میدم باز ترسیده باشی از ظریف؟ نه خیر رقم نمیشه. ما گفتم پیشتران گفتم که باید اول که ترس کشتی بگیری، که ترس خود کشتی بگیری او را که شکست دادی بعد از میتونی که حریف شکست بدی. تا ترس خود شکست ندی امکان نداره که باز حریف شکست بدی. بسیار خوب. ابوذر جان رشته پهلوانی بسیار یک رشته ثقیل است و پیشتر خودت گفتی پهلوان از دور کسی که میخواد یک پهلوان تشخیص بده از گردن کلفت از او تشخیص میده، از پوزوا و از گوشهایش تشخیص میده. برنامه غذایی یک پهلوان چه چیزایی میشه؟ پهلوان هر چیزی که گیرش آمد میخوره. هر چیزی که گیرش آمد دیگه رحم نمیکنه. رحم نمیکنه. چرا پهلوانی در افغانستان کسایی که زیادتر نتیجه میگیره، کسایی که زیادتر سر رشد میه، کسایی است که بسیار فقیر روزگار خوب نداره. بچهای زحمت کش هستن، روز تا شب میره کار غریبی میکنه، بعد از اون میره شب تمرین هم میکنه، دمو خستگی و زلگی که داره میره تمرین هم میکنه. و دیگه او چقدر کار میکنه که او دو فکر کنه که ما برنامه غذایی برای خود جور کنه. پس نان خانه و یعنی یک پهلوان دیگه هر چیزی که گیرش بیای میخوره و دلیل همو کلوف بودن گردنش و بازوایش همونمو هست. او از برنامه داره خب، ولی اینجا او برنامه رو پوره نمیتونه. یعنی پرهزینه است. پرهزینه است. یک کشتیگیر همیال بسیاری کشتیگیرای خوب که است کلش اقتصاد نداره، روزگار ضعیف داره. او روز چند عاید داره که او برای تقسیم اوقات غذایی برای خود بگیره. سجاد جان میشه درباره برنامه غذایی خودت بر ما بگی من ایسی یک ورزشکار رشته پهلوانی؟ ابوذر جان خود گفت که پالوان افغانستان که از اقتصاد ضعیف است به خاطر
نمیتونن که همو تقسیم اوقات غذایی خود به طور کامل چون دیگه زیادتر وقت فهمیده دیگه پالونا باز همی پاچه و چیزا رو میخورن به خاطر پر انرژی بودن دیگه شیر و عسل که بسیار چیزای چیز که پالونا افغانستان نمیتونه که به تقسیم اوقات غذایی خود درست برسه به خاطر کلش غریب کار کلش چی روز تا شب کار باز شب تمرین نمیشه بود. یگان روز از امی کوچه شهر نو که من تیر میشم چیزی که ورزشکار از این پشت کله پاشه پس جای استاده است به نظرم اکثر از او پهلوان هستند. حتما. و اگر اقتصاد یک پهلوان خوب باشه یعنی امکانات برش مهیا باشه چه چیزهایی شامل تقسیم اوقات غذایی از او میشه؟ یعنی یک ورزشکار خارجی با چه برنامه غذایی پیش میره؟ و باز دیگه ترینرهای دارن که برشان تقسیم اوقات جور میکنه که پیش از تمرین چی بخورن بعد از تمرین چی بخورن دیگه بسیار چیزاست در تقسیم اوقات غذایی که باید تکمیل شه. خب از موقع چی نیست که اقتصاد چی نیست یعنی بدون شک اگر اقتصاد خوب باشه سودمند تمام میشه. با 100%. بسیار خوب. ابوذر جان خودت از امکانات بر ما بگو چقدر فدراسیون در بخش اصلیه و امکانات برای شما میپردازه و خدمت میکنه برای شما؟ فدراسیون اصلیه ما رو خود نمیته ولی همین کسایی که در تیم ملی هست او رو اصلیه نمیته. ما 1000 اصلیش هست اما 1 سال 2 سال کسایی است که همیال اصلیه نگرفته. دلیلش چی است؟ هر میمونی را که ما دعوت میکنیم همین شکایتش از این است که اصلی ما به وقتش داده نمیشه، اصلی ما اصلا پرداخت نمیشه. دلیل در کجاست؟ اینا خب بودجه دارن، سالانه بودجه زیاد تصویب میشه هر فدراسیون. دلیل از اینه که در خود فدراسیون معلومه این بیچاره که روز تا شام تمرین میکنه و زحمت میکشه این دیگه فکر از این در تمرینش است در 1000 روپیه اصلیه نیست. او 1000 روپیه یک روز 10 روپیه روز 20 روپیه گلو شیرم بخوره و اصلیه برای کافی نیست. یعنی بسنده نیست دیگه. بسنده نیست. و از امکانات و ای که کلاب میوند برای شما چه امکاناتی در بخش وسایل فراهم کرده میشه بر ما بگویید؟ کلاب میوند فکر کنم یک کلابی است که تمام افغانستان باشگاه و یک کلاب میشناسه و اکثرا ستاره ها از اونجا ظهور میکنه. کلاب میوند در رئیس کلاب های میوند حاجی شیرجان احمدی است که خیلی خدمت میکنه به کلاب میوند. یعنی کلاب میوند بیخی یک مستقل است، با فدراسیون کار نداره. کلاب میوند مستقل است و حاجی شیرجان احمدی در راسته ورزشکارای کلاب میوند خیلی دل میسوزانه، خیلی زحمت میکشه. باز بخصوص هر کلاب ترینر خاص داره. ترینر خود محمد اسحاق نکزاد که خیلی زحمت کشیده. امروز اگر من این مدالا رو دارم، اگه افتخار رو دارم، همش از زحمت های استاد محمد اسحاق. بسیار خوب. سجاد جان، باید چه کارهایی از دید خودت انجام شود که اینمی ورزش در کل در افغانستان از یک سرگرمی به یک حرفه تبدیل شود؟ باید از طرف استادیوم، از طرف دولت باید تشویق شود. تمام ورزشکارها و مسابقات باید زود برگزار شود، میتونه که باز ورزش ما رشد کنه. بسیار خوب. و کدام مسابقه بیرون مرزی زیر کار است در آینده نزدیک؟ اگر از در کدام کشور است و چقدر شما آمادگی دارین؟ آیا برای شما از سوی فدراسیون اردوگاه تمرینی پیش از مسابقه در داخل افغانستان یا بیرون از افغانستان ترتیب داده شده یا خیر؟ نه خیر، اردوگاه ترتیب نشده ولی کسایی که در منتخب کابل سهمیه گرفتن یا 20 روز بعد میره در جلال آباد میان کل ولایت ها کشتی میکنه. کسی که در عضویت تیم ملی رو بگیره 2 ماه بعد کشتی های قهرمانی آسیا در هند در اونجا برگزار میشه. بسیار خوب. انشالله که بتونین روزی به مو آرزوهایتان، به مو برنامه‌هایتان که روی کاغذ نوشته کردین جامعه عمل بپوشانین و برای ورزش افغانستان افتخار بیافرین. و ابوذر جان، همون قسم که خودت عریفایت در داخل افغانستان در داخل رنگ یا دوشک پهلوانی چت میکنی، همون رقم بری در بیرون از افغانستان هم عریفایت که میآین اونجا چت بکنی، کلزنگ بزنی، نمرات خوب بگیری و همون برنامه که پیش خود داری
که قهرمانی است در مسابقات بیرونمرزی برسی بهش. خیلی ببینید بخیر. تشکر از حضورتان. سلامت. ممنون از اینکه تا اینجا هم بیننده برنامه افتخار بودید. شما را به خداوند منان و بنیاز میسپارم. وقتتان خوش.